از махалчиги دست کشیده به مиллатсози بیایم. من روانشناس هستم. من بسیار کارهای علمی میبرم. زیاده از 100 تا کار علمی خوب دارم. یک تاشو میگم شما با همه آدمایی که چیز خلق گرفتن، آدمایی که چیز کس گرفت حرام خور شد، زور قطعی گرفت یا که ناحقیقتی قطعی گرفت، همه آدما 5 سال 7 سال اول خوب زندگی میکند، چرا که یک سیکل 7 سال گذشتنش در کار، نه که 7 سال دیگه با عذابش سر میشه. شما دقت کرده انالیز کنید میبینید برای همان خلق به غمخور شدن در کار، چیز خلق به نرسید، دل خلق به نزنید، مراسای یاد گرفتن در کار. برای همان من آرزو دارم که همین مهنتایی که همین روز کرده استودی از صاحب کارای ما همین یک کس قدر کند. من همون مسافر خلق ما جمع شود، بیت خانه خود ما آباد کنیم، کم باشد، کم باشد، بیت خانه خود ما آباد کنیم. برای همون از تربیه ملت ما سر میکنیم، از تربیه که همین شهرهایی که آبادی که ساخته استادیان همینا به همین سمت به همین فهمیش خلق تا همین درجه براد. از مахалчиги دست کشیده به مиллатсози بیایم، از خانه سازی دست کشیده به کارخانه سازی سر کنیم. من باوری کامل دارم که آینده ملت ما همین به است. همون شخصای این ملت به پیش میبرد که حاضر همین گفتگی گپی من فهمد. بعضی شما دورم استید که ملت پیش میبرود، بعضی من شما هیچ کارم نکنیم که جمعیت خدا خواهد به پیش میرسه. رونا نه مهنت کرده یکدیگر فهمی کرده کار کنیم، خیلی پیشروی میشد. باز تکرار میکنم که ما یک ملت داریم، یک وطن داریم، یک تقدیر داریم. ما باید که این به فهمشش برسیم، با آبادی وطن خدمت کنیم. خدا حافظ.